خب ما اینجا صدای ما هست بچه؟ سلام علیکم. انشالله امیدوارم تنصیحات باشه و صدای ما رو میشنوین در یوتیوب و فیسبوک. خب ما مشکلات اینترنتی انشالله که پیش نمیاد و برنامه را کوشش کنیم که پیش ببریم. صدا هست برادر محمد، تشکر هست گفتن. امیدوارم که صدای ما خوب است. خب بچه‌ها لایک فراموش نکنین و پدیدیت کنین بیشتر، انشالله که مفید خواهد بود، چون برنامه را ما هر هفته یک مرتبه در این کانال میگذارونیم و بیشتر نوارهای الهیده در دیگه کانال ها پخش میکنیم و ایس باعث میکرده که کانال پیشروی نمیکنه. با همین اساس کوشش تلاش کنید که کمک کنید و انشالله که ما کوشش میکنیم که در قدم اول تمامی توانایی که در توانم هست برای شما انشالله همین پیشکش کنم و کوشش کنم که هر برنامه‌ای که میشه بهتر و خوبتر باشه. خب دوستان گرامی، ما یک صحبتی میکنیم در موضوعی خب خب دوستان گرامی و هموطنان عزیز، امیدوارم که لایک میگذاریم و برنامه رو پدیدیت سم میکنین، شریک میگذاریم تو اینه که برنامه رو خوب بگذاریم. همیاران و هموطنان عزیز و گرامی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدر، امیدوارم که هر کجای نباشین تن صحت و سلامت باشین. همیاران و هموطنان عزیز، پیش از اون که برنامه رو آغاز کنیم، من امروز کمک کار داشتم و نتوانستم یک بیانیه نشر کنیم وابسته به درگذشت یکی از بزرگان قوم تاجیک، یکی از سرشناسان، یکی از عالمان، یکی از اهل فرهنگ تاجیکستان که عضوی ارشد حزبی نهضت اسلامی تاجیکستان است و در کنج پنجره زندان بود. امروز درگذشت او را تسلیت بگیم به مردم تاجیکستان و از جمله به نزدیکان ایشان صبر جمیل بخواهیم و دعا کنیم که پروردگار شهادت ایشان را قبول بکنه و مرگ ایشان باعث بیداری و باعث انقلاب فکری مردم تاجیک بگردد. داملا زبیدالله رازق یکی از شخصیت‌های بانفوذ تاجیکستان، یکی از عالم‌های برجسته تاجیکستان که بسیار خدمت‌های بیشماری کردند در راه مبارزه، در راه دین، در راه آزادی تاجیکستان و نصیحت‌هایشان، موعظه‌هایشان، سخنرانی‌هایشان بسیار برجسته بوده و ایشان واقعا برای ملت تاجیک یک بحری از علم بودند و یک الگوی سیاسی بودند که یک عالمی دینی با داشتن علم، با داشتن مقام، با داشتن تمامی اون توانایی که در نزد ملت دارد بازم به سیاست دست می‌زند و نشان می‌دهد که یک عالم نه تنها راهش کارش مسجد است، منبر است، درس است، بلکه سیاست نیز هست و این فکر را برای جامعه باید داد و جامعه را برای سیاسی و بیداری سیاسی چیکار کرد؟ آماده ساخت. و داملای عبدالرازق این کارها را در روند زندگیشان کردن و الگویی از خاص دیندار شدن که باید از ایشان یک الگو بگیرن، از ایشان درس بگیرن و بفهمن که راه سیاست و ایستادگی راه سیاست چی است. من در گذشت داملا
داملو را زبیدالله رازقی را به مانندی در گذشت امام ابو حنیفه رحمه الله علیه شباهت میتیم که ایشان نیز ظلم را نپذیرفتند و در زندان ظالمین برای عدالت را، یعنی در مقابل عدالت نایستادن، شهادت درگذشتند و این چنین زبیدالله رازق نیز طوری 10 سال می شود در زندان است و ما میدونیم که در زندان تاجیکستان ظلم و ستم خیلی زیاد است. کسی داملو زبیدالله رازق را میشناسد میداند که یکی از شخصیت های خیلی برجسته بودند، ریشی دراز داشتند و اهل تفکر و علم بودند، ولی وقتی امروز عکس های او را دیدیم که نه ریشی دارند نه مثلا صحتشان همطوری که میبینید یعنی از بدن دیده میشد که بسیار لاغر شدن و واقعا هم این چیز نگران کننده است و باید مردم تاجیک و مخصوصا دیندارای تاجیکستان را نگران کند و بدانند که این حکومت ظالم و هر ظالم دیگه که هر کجا هست در کنار مسلمان ها نیست و هیچ گونه صلاح یک مسلمان را نمیخواد. برای همین مسلمان باید زیرک باشد و مثل امام ابو حنیفه رحمه الله علیه و مانندی زبیدالله رازق و ده عالمای دیگر شاگردان بیشتری تربیت کنند و نسل بیشتری را با وی برسانند که اونها بتوانند این دین، این ملت و این کشور را پیشرفت کنند. شما مطمئن باشید که اگر چون این اشخاص به مثل زبیدالله رازق، داملو زبیدالله رازق نمی بود، مردم مسلمان تاجیکستان پیش نمی رفتن در راه سیاست و سیاست را همچون یک پدیده دروغی می دیدن و کنارش می گذاشتن و ایشان کاری کردن که جوانان و نسل نیرومند کشور که دیندارها می باشن که اخلاقی بهتر و خوبتری دارن باعث گشت او شخص باعث گشت که اینا به رو سیاست بیارن و امروز در تمام منطقه ها، کشورها و جایها بیستن و مبارزه ببرند در مقابل دیکتاتور و کاری کنند که راهی ایشان ادامه پیدا کنند. البته این یک ننگ بزرگ برای کل جامعه تاجیکستان است که چنین یک عالمان، متفکران، دانشمندان در داخل زندان به هلاکت میرسند و 10 سال از زندگی خود را که باید در تدریس و در تربیه این ملت بگذرانند در داخل زندان میگذرانند، ولی ما و شتو و تمام مردم تاجیکستان هیچ کار را انجام دادن نمیتوانند. یعنی دانشمندان بزرگی مثل زبیدالله رازق امروز در داخل زندان نیز قرار دارند که اونها هر یکیش میتواند یک دانشگاهی را اداره کند و میتواند یک نسل را اداره کند، ولی امروز در داخل زندان پشت پنجره و علم آنها چیکار کرده میشد؟ بسته میشد و هیچ از علم اونها استفاده نمیشد و برای این ملت این جای ننگ است، جای تاسف است. و البته برای جامعه جهانی نیز که همونطوری که در نشست سازمان ملل متحد تمام رئیس جمهوران که عین حال در ژنو دیروز و امروز گذشته ایستاده سخنرانی کردند و بیشتری آنها به این اینستیتوت های بین المللی نیز انتقادهای زیادی کردند که هیچ حالتی را که عملی باشد برای پیشگیری از همین گونه کارهای غیرقانونی انجام دادن نمی شود و یگان سازمان، کشور و هیچ اینستیتوتی نیست که بتواند یک جنگی را در کجای به انجام برساند یا یک راه ظلمی را در جای دیگری بگیرد و حتی خود سازمان ملل نیز نمیتواند چون این کارها را انجام بدهد که خود پرزیدنت زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از سازمان ملل انتقاد کرد و گفت که متاسفانه هیچ اینستیتوتی نیست که بتواند این جنگ ها را خاتمه ببخشد. البته جنگ غزه نیز نشان می‌دهد که حرف زلنسکی حقیقت دارد و دیگر رئیس‌های جمهوری که این تنقید را کردن حرفشان حقیقت دارد و در تاجیکستان نیز این چیزها دیده می شود که متاسفانه هیچ کسی برای سری ظلمی همین دیکتاتور را گرفتن آماده نیست و یگان چاره‌ای نمی‌اندیشد، نه یک تحریم ایجاد می‌کند و نه یک تصمیمی میگیرد که تاجیکستان بتواند در یک روحیه بهتر و یک حالت بهتر زندگی کند. البته این یک ننگ به جامعه جهانی نیز هست که در تاجیکستان این اولین، دومین، سومین نیست که یک زندان سیاسی در میگذرد و یک ننگ دیگر یک ننگ هزارها ننگ دیگر به حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف است که دانشمندان
و آزاداندیشان این کشور را و این سرزمین را به قتل میرساند، در داخل زندان بسته کرده است که از اونها، از تفکر اونها، از اندیشه اونها گرفتن نشود و این باعث ننگی یعنی خودی امامعلی رحمانوف و نسل او است که در آینده تاجیکستان در تاریخ به یک خط سیاهی نوشته خواهد شد و مطمئن باشید که همه مردم این را در آینده که حکومت آزاد شود درس خواهند گرفت و یک خط سیاهی در اولاد امامعلی رحمانوف، در خانواده او، در خود شخصی او خواهند دید و خواهند خواند که یک شخصی در تاریخ تاجیکان وجود داشت و کشوری به نام تاجیکستان که این شخص او را غصب کرد و عالمان، دانشمندان و متفکرین این کشور را شکار کرد، به قتل رساند، زندان کرد و نسل جوان را، آینده اشون را از آن گرفت. برای همین من بازم عرض تسلیت میگم به تمام خانواده ایشان و به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و به تمام مبارزین مجاهدین در گذشته زبیدالله رازق را و دعا میکنیم که پروردگار به همه ما و از جمله به خانواده ایشان صبر جمیل را عنایت فرماید و شهادت داملا زبیدالله رازق را پروردگار قبول بکنه و پروردگار در جنت الفردوس جای ایشان را دائم الابد نگه بداره. پروردگار ما دعا میکنیم که ما را قوه قوی تر بگرداند، قوه نیرو و متیت که زبیدالله رازق دیگر را بتوانیم از زندان ها آزاد بگردانیم که مطمئن باشید فردا نوبت هر کسی دیگه که برادرت، نزدیکت، خواهرت، نمیفهم هر کسی که در زندان است نوبت او خواهد بود که یکی پشت یکی دیگری در میگذارن. برای همین باید ما امروز بربخیزیم، اتحاد شیم، سرجم شیم، سرنگونی حکمت دیکتاتوری آموده بشیم. مطمئن باشید که فردا نوبت هر یک دیگه ای هست. امروز دمروهای بزرگ کشور مانند ایشون نورالدین جان زبانش بسته است و نمیتواند در یک جای موعظه بکند. امروز به کنج خانه نشسته است، از علمش نه مردم استفاده میکنه، از امر معروفش نه مردم استفاده میکنن. این چنین تراجان زاده و ده ها عالم دیگری که متاسفانه پشت پرده برده شدن و اجازه داده نمیشوند که از علم آنها مردم استفاده کنن. این تنها به خاطر عالمای دین نیست، بلکه اگر ما بگذاریم در ساحه علم و معرفت، در ساحه دنیوی نیز هزارها بزرگواران به مانند شاکر جان حکیم و دههای دیگر امروز زید سعید، دههای دیگر در پشت پنجره هستند که اونها نیز با برآمدنشان، با حضور کردنشان نه تنها کشوری تاجیکستان بلکه جهان شکوفا می شود اگر به دست اداره این شخصان بیفتد. برای همین برادران و خواهران گرامی، تا زمانی که ما و تو حالتمون تغییر ندیم، تا زمانی که من نخیزیم و دیگرگونی به میان نیاریم، دیگرگونی به میان نمیآید و مطمئن باشید که فردا نوبت دیگرها خواهد بود و ما هر روزی در اینجا غمگین میشیم، ناراحت میشیم و دیگر کاری از دستمون نمیاد. فقط یگانه کاری که در دست ما میاد میتونیم دیگرگونی را به میان بیاریم، این اتحادی، سرجمعی و رفتن به سوی تاجیکستان و آزاد کردن. امروز از تمام برادران و خواهران دعوت میکنیم که امروز روز آن رسیده است که به خاطر همین گونه اشخاص ها و مخصوصا داملا زبیدالله رازق لطفاً اتحاد شید، سرجم شید، بیاید روی یک میز بشینید و اون غرض شخصی و منفعت های شخصی که هست کنار بگذارید و بیاید با هم اتحاد سرجم شید و برایم به سوی یک تاجیکستانی که اونجا میتواند خانه هر یکی ما و شما باشه. بازم از عرض تسلیت به تمام برادران و خواهران. دوستان گرامی، میگذاریم به موضوع اصلی برنامه و امیدوارم که برنامه را دستگیری میکنین، لایک رو بیشتر میگذارین، پدلیست میکنین، شریک میسازین تو اینی که بتوانیم ان شاء الله امینین که برنامه رو مفصل پیش ببریم ان شاء الله. دوستان گرامی، همونطوری که شما میدونید من موضوع برنامه رو به این گذاشتم که آیا امامعلی رحمانوف، یعنی از رحمانوف منظورم دیکتاتور امامعلی رحمانوف، آیا امامعلی رحمانوف، ببخشید دوستان در وقتی برنامه زنگ نزنید، میخواهد فلسطین را نجات دهد ولی چرا تاجیکستان را نه؟ و من اسم موضوع رو به این معنا گذاشتم. چرا به این معنا گذاشتم؟ چون ما همونطوری که میبینیم در سخنرانی اخیری که در مجمع سازمان ملل متحد کردن امامعلی رحمانوف و بعداً رئیس وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نیز یک
سخنرانی داشتن و از از دولت صهیونیستی اسرائیل تنقید کردند و گفتن که باید مردم فلسطین یک کشور مستقلی داشته باشد و این اون کذا. حالا ما میبینیم که اموالی رحمانوف نیز بازم امسال به مجمع سازمان ملل متحد و امریکا سفر کرد و در امریکا قرار دارد و باید در اینجا سخنرانی کند یا نکند، حالا معین نیست، ولی در اینجا سفر کرد و امکان دارد که یک سخنرانی دیگر کند و این الفاظ دروغین رو در اینجا بزنه. حالا ما در اینجا یک مقاله داریم که در این مقاله نشان داده می شود که اموالی رحمانوف، یعنی حکومت اموالی رحمانوف با حکومت اسرائیل همکاری میکند در سیاحی و حتی یک شرطنامه بین هم، یک تفاهم بین هم انجام دادن که او میتواند برای آینده ارتباط بین اسرائیل و تاجیکستان رو چرخان با هم بسازد. وقتی خودت یک طلبی رو انجام میدی و میخوای از یک مردم کمک طلب کنی و بگوی که کمک کنی اون مردم رو و بگوی که نه، باید این دولت به رسمیت شناخته شود و این دولت باید مکان و زیستی خود رو داشته باشند و جنگ از بین برده شود و اسرائیل یعنی شکر کنی انکار بکنی و چلو باید در عوضش اجازت بدی که یعنی سفیری و نماینده یک کشور بیاد در تاجیکستان با تو اتحادیه و تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و سیاحی به امضا برساند و با او همکاری کنید. همون گونه‌ای که وقتی که در افغانستان حکومت طالبان به سر قدرت آمد و نزدیکترین ارزش تاجیکان این تاجیکان افغانستان هستند و این باعث کرد که تاجیکان افغانستان بر بگردن، یعنی فرار کنند به تاجیکستان و تاجیکستان یک موقعی خیلی سختی گرفت در مقابل طالبان و ادعا کرد که هیچ وقتی غیر از دولتی مشترک را که در اونجا باید تاجیکان سهم داشته باشند نمیپذیرد در افغانستان و حکومت طالبان را هیچ وقت به رسمیت نمیشناسد. ولی ما دیدیم که در روند 4 سال اخیر حکومت دیکتاتوری اموالی رحمانوف نه اینکه طالبان را با اونها ملاقات کرد بلکه سفیر و نماینده، بلکه اونها را با اونها اقتصاد کرد، یعنی اقتصادی میلیون دلارها امروز به افغانستان تاجیکستان دارد و علاوه بر این خود نماینده کنسولگری یعنی کنسولگری افغانستان رو در ولایت مختار کوهستان و بدخشان به دست آنها سپرید و ده ها کارهای دیگه که ما میتونیم، حتی سفیری تاجیکستان در افغانستان نیز با طالبان ملاقات کرد و ده ها کارهای دیگه که نشان داد که هیچ گونه حرف حکومت امروزه اموالی رحمانوف حقیقت ندارد و حرفایی که میزند با منطق نیست و درست نیست. یعنی تاجیکان که همطوری گفتم ارزش ملی تاجیکستان هستند، تاجیکان افغانستان و تاجیکان ازبکستان این جزء ارزش ملی ماست و وقتی که پشت اینها را گرفتن نمیشه و برای آنها مدارس نمیسازی، برای آنها کار نمیکنی و برای آنها در حکومت تلاش نمیکنی، این به این معنی است که به ارزش‌های ملی خود خیانت کرده. ولی حکومت اموالی رحمانوف این کار را انجام داد. حالا بیاید مقاله را با هم از رادیو آزادی بخونیم که در این مقاله چند نقطه از ملاقات نماینده‌ای اسرائیل دولت صهیونیستی در تاجیکستان است، رو با هم بخونیم و ببینیم. در اینجا نوشته شده است که تاجیکستان و اسرائیل تفاهم‌نامه سیاحی امضا کردند. تاجیکستان و اسرائیل با بخش اقتصادی و سیاحی تفاهم‌نامه امضا کردند. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی این یادداشت تفاهم حیم قطع وزیر گردشگری اسرائیل و جمشید جمعخانزاده رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان در حاشیه فرم بین المللی سرمایه‌گذاری در ساحه سیاحی امضا کردند. این همایش روز 18 تا 20 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد. این اولین یادداشت تفاهم در زمینه اقتصادی و گردشگری بین دو کشور به شمار می‌رود. وزیر اسرائیل گفته است که برای تاجیکستان که اقتصادش به منبع‌های نقل درآمد نیاز دارد، استفاده از شیوه‌های چون هوسمند کردن سرمایه‌گذاری سیاحی پیشنهاد گرند برای صاحبکاران تنها در منطقه دوردست و همکاری با مقامات محلی فایده‌آور خواهد بود. رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان امیدواری کرده است که تفاهم‌نامه امکانیت برای تبادل دانش و سرمایه‌گذاری گردشگری در تاجیکستان فراهم کند. تا کنون تاجیکستان و اسرائیل اساساً در عرصه کشاورزی همکاری‌های داشتند و حالا جانب‌ها تصمیم گرفتند که در بخش اقتصادی گردشگری هم همکاری کنند.
یعنی به نوشته خبرگزاری اسرائیل پرس سرویس آف اسرائیل برای بار اول است که یکی وزیر اسرائیل به طور رسمی به یک کشوری آسیایی مرکزی سفر میکند. یعنی این بار اول است که یک وزیر اسرائیلی به کشورهای آسیایی مرکزی از جمله کشورهای آسیای مرکزی این افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، یعنی یکمین وزیری است که به این کشورها سفر میکند. شما ببینید تاجیکستان در حالی که موقعش تندتر از در مقابل اسرائیل، یعنی باز هم پشت پرده کارهایی را میکند که این نشاندودی چی است؟ نشاندودی درویگی، نشاندودی نداشتن حرف حقایق و ایستادن در باره کلامهایی که در مقابل، یعنی در باره حقوق انسان، در باره ارزش‌های انسانی صحبت میکنه. برای همین دوستان گرامی و هموطنان، در اینجا در آخر اومده است که امامعلی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً حمله اسرائیل را به دوحه را، یعنی به شهر دوحه را محکوم کرد و آن را تجاوز به صاحب استقلال و تمامی ارضی گفته بود. این حمله دولت صهیونیستی را به ایران، حمله صهیونیستی به غزه و اینچنین به قطر را حکومت امامعلی رحمون و از جمله امامعلی رحمون را محکوم کرد و همطوری گفتم در گذشته رئیس وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نیز این مسئله را بسیار عمیقاً در اونجا بیان داشت و موقع تاجیکستان رو که موقع تاجیکستان تغییر نایابنده است و در مقابل ظلم و ستم و بی‌عدالتی ایستادگی میکند و هیچ تجاوز رو قبول ندارد. ولی همونطوری که شما میبینید اگرچه در زبان حکومت امامعلی رحمون یا مطلب رو حرف میزند ولی مطلب دیگر رو چکار میکنید. اما این یک مسئله است. مسئله دوم، آیا امامعلی رحمون رو بروی، یعنی در ظاهر نشان میدهد که حالا در مقوله دیگر با نشست سازمان ملل متحد سفر کرد و باید در این نشست اشتراک کنه. یعنی در این نشست سازمان ملل متحد برای چی برگزار کرده شده است؟ یگانه هدف برگزاری این نشست این خاتمه دادن جنگ در غزه هست و علاوه بر این در اوکراین. حالا امامعلی رحمون به اونجا سفر کرده است و بایدم در این موضوع صحبت کند که چگونه راه حل جنگ این کشورها به میان خواهد آمد و امامعلی رحمون چه پیشنهادی خواهد کرد. و در اینجا ما میدونیم که تاجیکستان دولت خردی است و هیچ کاری عملی نمیتواند بکند مگر اینکه سخن بزند، یعنی باز یک محکوم دیگه جانبها را انجام بده. همین گونه که امامعلی رحمون آیا میاد اسرائیل رو محکوم میکند، آیا روسیه رو در مقابل دولت اوکراین محکوم میکند؟ البته محکوم نمیکند، بلکه باز هم اسرائیل رو یک بار دیگه محکوم میکند، چون تاجیکستان یک کشور زیر نظارت روسیه قرار دارد و روسیه تاجیکستان رو کنترل میکند و بر اساس همین تاجیکستان تمام تلاش‌ها را میکند که دولت‌هایی که به منافع روسیه کار نمیکنند آنها رو محکوم بکند و این کار هم انجام خواهد داد و میاد اسرائیل رو محکوم میکنه. اسرائیل رو محکوم میکند و میگه جنگ باید خاتمه بیابد. بازم یک ظاهر پرستی، ولی وقتی که به داخل میاییم میبینیم که همکاری زیادی میکنند. اما ببینید، یعنی در عموم نشان میدهد که تاجیکستان یکی از کشورهایی هست که همونطوری که در اونجا گفته است محکوم کرده است به غزه، محکوم کرده است به دوحه و محکوم کرده است حمله اسرائیل رو به ایران. و طبیعی است که در ظاهر ما میبینیم که امامعلی رحمون خواهشی، یعنی در ظاهر خواهشی او را دارد که باید در کوتاه‌ترین فرصت اسرائیل از بین برود و در دولت، یعنی فلسطین دولتش تشکیل کرده شود و در افغانستان نیز یک دولتی مشترک تشکیل کرده شود که او عبارت از تمامی قوم ها باشد و در یعنی اسرائیل هیچ گونه حمله امریکا هیچ گونه حمله به کشورهای خاورمیانه انجام ندهد. یعنی در ظاهر چنین حرفا رو میبینیم. اما ما برمیگردیم به باطن این قضیه. امامعلی رحمون چرا این کارو میکنه؟ چرا از زیر نفوذ روسیه نمیخواهد کنار برود و تمامی کارها را در دیگر مناطق بکند؟ یعنی چرا تاجیکستان همیشه زیر نفوذ روسیه قرار داشته، یعنی بعد از 100 چند سال اخیر، و چرا نمیخواهد از این نفوذ کنار برود و کوشش تلاش نده که مستقل شود یا حد امکان با ایران هم دست شود، نمیفهمم با امریکا هم دست شود؟ چرا نمیخواهد چون یک کارو بکنند؟ حالا اینجا ما برمیگردیم به اون نقطه اساسی که حکومت امروزه
وابسته فدراسیون روسیه از ساحه اقتصادی خیلی سهیم، یعنی وزبین تعلق دارد. یعنی بسیار سهم مهاجران و مالی که از اونجا به تاجیکستان روان کرده میشد بسیار بزرگ است و این باعث میگردد که تاجیکستان چیکار کند؟ همیشه این بالانس رو نگه بدارد، بالانس اقتصادی را نگه بداره و بر اساس هیچ کار نمیکند. مثلا نمیخواهد که با روسیه یکون معامله بکند و دیگر سو بگیرد. شاید سوال به میان بیاید که خب میتوند همین اقتصادی را که مهاجران از تاجیکستان، مهاجران تاجیک از روسیه دریافت میکنند از دیگر جا دریافت کنند؟ مثلا مهاجران تاجیک به امریکا بروند، به اروپا برند، وقتی تاجیکستان بخواهد زیر نفوذ روسیه برود یا با چین هماهنگی کند با دیگر کشورها، همین مسئله یعنی برنگ دیگر بگردد، یعنی مهاجران از روسیه بر بگردن به امریکا، به اروپا و دیگر کشورها. یعنی چیکار میکند؟ همون مال، همون پول میآید و همین کار هم اتفاق خواهد افتاد. ولی اینجا یک چیز وجود دارد، چون روسیه یک کشوری دیکتاتوری هست و روسیه هر چیزی را که حکومت تاجیکستان میخواهد برای او چیکار میکند؟ برای او اجازت میدهد. یعنی اگر بخواهد امروز مثلا یک گروه سیاسی، یک شخص سیاسی از روسیه، از حدود روسیه و تاجیکستان استرداد کرده شود، در یک ثانیه استرداد میشه. اما اگر همین کار، یعنی تاجیکا حکومت امالی رحمانوف از زیر نفوذ روسیه برای از زیر نفوذ امریکا مثال برود، اگر امریکا را درخواست کند که فلان نفر را روان کنه، امریکا روانش میکنه؟ نمیکنه، استرداد نمیکنه. پس یعنی حکومت تاجیکستان در علاوه اینه که مبلغ میخواه، علاوه بر این میخواه که یک حکومت دیکتاتوری سرپرستی باشه که برای منافع شخصی خانواده نی ضرر نرسه، نه تنها منافع مردمی بلکه منافع چه؟ خانواده. چون مردم در اینجا ضرر نمیبینند وقتی که چی تاجیکستان زیر نفوذ هر کشور دیگه ای برود. مشکل نیست اقتصاد، چون همینطوری که از روسیه میاد از دیگر جانب خواهد آمد، ولی خانواده ضرر خواهد دید، چون نفوذ دیگر کشورها شاید به طور دیگه، یعنی نفوذ اداری اونها میتواند به طور دیگه باشد که چگونه در تاجیکستان امروز اداره میشود چون این نباشد و این باعث میگردد که حکومت تاجیکستان چیکار کند؟ خود امالی رحمان و خانواده‌اش در یک یعنی تحریم های سختی قرار بگیرن، در یک حالت سختی قرار بگیرن که این باعث سرنگونی اونها شود. و این دو چیز میتواند نمونه مثالی آشکار شد بیا از رسانه‌های مجازی برای شما پیشکش کنم. این شرطنامه بین وزارت‌های کارهای داخلی تاجیکستان روسیه است. شما طوری که در همین رسم میبینید روسیه به درخواست تاجیکستان 400 نفر رو بازداشت کرده است. همونطور که شما میبینید یعنی روسیه اینجا 400 نفر رو. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است که به درخواست تاجیکستان در 8 ماه امسال 400 نفر رو تحت جستجو بازداشت کرده است. یعنی در یک سال 400 نفر کسانی که تحت جستجو قرار داشتند در تاجیکستان روسیه دستگیر کرده است. 400 نفر. شما یک کشوری مانند سوئد، شویتزاریا، شما ببینید در تقریبا در 10 سال اینا 400 کس زندان نمیکنن و در تحت پیگرد قرار نمیدن. در 10 سال یا خیلی تعداد کشورهای اروپایی امروز زندان ندارد. حتی اینا در مدت 8 ماه فقط 400 نفر رو از حدود روسیه به درخواست تاجیکستان چیکار کردن؟ دستگیر کردن. آیا در امریکا چون این مسئله اتفاق می افتاد؟ ببینید این امور در جلسه مشترک ولادیمیر کلاکوسک وزیر کارهای داخلی روسیه و رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 22 سپتامبر در دوشنبه صدا داده است. معلوم نیست که همه افراد بازداشت شده به تاجیکستان استرداد شدن یا نه. سازمان وزارت کارهای داخلی روسیه نوشته است که سال گذشته به درخواست تاجیکستان 260 نفر بازداشت شده بود، ولی امسال این امور بالا رفته است. معلوم نیست که تاجیکستان از روسیه بازداشت چه کسانی را درخواست کرده است. سازمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از ملاقات وزیر دو کشور در دوشنبه خبر نشر کرده گفته است که در این دیدار مبارزه بر ضد جنایت‌های فرمالی، مبادله اطلاعاتی و دیگر مسائل‌ها بحث شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جزئیات نداده است ولی تاکید کرده است که با روسیه در سمت مبارزه بر ضد جنایتکاری همکاری زیست دارند.
در گذشته سازمان حامی حقوق روسیه تنقید کرده بود که با درخواست دوشنبه پناهجویان مهاجران مهنتی، یعنی پناهجویان، ببینید اینجا بسیار یک مسئله مهمه، با درخواست دوشنبه پناهجویان منتقدان دولت و فعالان جامعه شهروندی رو بازداشت میکنند. ما مسائل بسیار میدونیم، عزت امان، کرامت شریفوف، مقصود ابراهیموف، رحمت جانی محمد جان، شعبالدین بطلف و دهها فعالان جامعه شهروندی نیز با درخواست همین تاجیکستان از روسیه چیکار کردن؟ به تاجیکستان استرداد کردن. حالا بیاید ببینیم که مثلا اگر اروپا زیر نفوذ امریکاست، بیاید ببینید اگر همین مسئله مثلا به تاجیکستان، یعنی اگر حکومت امالی رحمانوف به اروپا بیاد چیکار میشه؟ ببینید در اروپا همین انسان طولی چند سال میشه به درخواست تاجیکستان در زندان است. درخواست تاجیکستان رد شد، اسلواکیه امردین رو رها کرد. ببینید امردین خولمرودوف، یک فعال سیاسی تاجیکی، با درخواست تاجیکستان در اسلواکیه بازداشت شده بود، از بازداشت رها شده است. او در سال 2022، یعنی 3 سال پیش، این سو بارها در اسلواکیه بازداشت و رها شده است، ولی این بار مقامات این کشور برایش سندهای حق اقامت دادند. امردین خولمرودوف روز 23 ایون سپتامبر رادیوی آزادی گفت که برایش حق اقامت کوتاه مدت دادند و هر 3 ماه آن را باید تمدید کند. من از بازداشتگاه سچوت بیرون شدم. مقامات اسلواکیه در صحبت با من گفتند که بیگناهیت ثابت شد، تو در جامعه هیچ خطری نداری. آنها گفتند که ما همه آن نوشته‌های درخواست‌های تاجیکستان رو تفتیش کردیم، هیچ کمبودی نیافتیم. اکنون در نزدیکترین فرصت و زندگی معمولی برمیگردی. یعنی فهمیدی؟ یعنی اگر که همه انسان در روسیه می بود، فکر میکنید روسیه رو آزاد میکرد؟ در این شک نیست که آزاد نمیکرد، به تاجیکستان استرداد میکرد. این نشان میتید که حکومت امالی رحمانوف یکی از اساسهایی که نمیخواهد زیر نفوذ دیگر کشورها برود یا اینکه با روسیه را حفظ کند ایستادنش را، این سببش در این است که برایش نمیگذارند کسانی که منتقدش هستند به تاجیکستان استرداد شود دیگر کشورها. یک نفر پیوست شده از تاجیکستان به پیش. بفرمایید دوست گرامی، میکروفونت رو گیران کنید برادر. صداتون نیست. صداتون نمیاد. اگر از روسیه باشین وی پی ان قطعی داخل شین، چون بعضی از حالات از روسیه بدون وی پی ان نمیشه پیوست شده. صداتون نیست دوست گرامی، من شما رو بیرون میکنم از استودیو. شما میتونید دومین بار با وی پی ان پیوست شین و میتونید طریق وی پی ان صحبت کنید. به خاطر که صدای شما نمیاد. زنده و سلامت باشید. خب این اساساش. ببینید ما در هفته گذشته گفتیم که حکومت امالی رحمانوف هیچ کاری را برای مردم نمی کند و حتی مردم تاجیکستان نیست هیچ گونه خواستار اون نیستن که همین حکومت به خاطر اونها کار انجام میده و این باعث گشته است که حکومت هر کاری را میخواد انجام میده. برادر سهراب ظفر رئیس حرکت سیاسی گروه بسیار یک مطلب خیلی زیبایی داشت و همیشه او را تکرار میکرد. میگو که بعضی از انسانها رو باید به کلتگی دوره کرد. این مطلب رو همیشه در بعضی صحبت‌ها اشاره میکرد و این مطلب به معنای چیست؟ به معنی است که مردم امروزه ما متاسفانه برای خودشان کار انجام نمیدن. ما در هفته گذشته درباره زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار زندانی صحبت داشتیم و گفتیم که این نفر در حالت مرگ قرار دارد و باید در کوتاه‌ترین فرصت کار کرده شود، در کوتاه‌ترین فرصت باید جراحی کرده شد. ولی دیدیم که نه جراحی کرده شد و نه به او کمک رسانیده شد، بلکه بالای همه همین با دوم باره او را بشکار کردن به همون زندانی پرزور دوباره برگردانیدن و در اوجه در زندان 4 دوره قرار داد. و این چی را نشان می‌دهد برادر و خواهران گرامی؟ این نشان می‌دهد که ما مردم نمی‌خواهیم حکومت امالی رحمانوف همین زندانی‌های سیاسی رو و مخصوصاً همین پیر محمد زاده را زندان آزاد کنند. اگر ما خواهش می‌داشتیم مثل که در گذشته اینترنت گران شد و همه برای به خاطر اینترنتش تلاش کردن، کوشش کردن، نوار کردن، حرف زدن، نمیفهم از هر جای تاجیکستان صدا بلند کردن، اگر ما می‌خواستیم مثل اون زمان اگر کار می‌کردیم، مطمئن باشید که دیگرگونی به میان می‌آمد و ما و شما کار می‌کردیم. حتما
تغییرات به میان آوردیم. حتما پیر محمدزاده آزاد میشه، بلکه ما و تو خواستار دیگرگونی در تاجیکستان نیستیم. برای همین این کار همین گونه ادامه میکند. حالا برمیگردیم به موضوع سفر ایمانی رحمانوف. حالا ایمانی رحمانوف همطور که شما میدونید در اینجا اگر شما ببینید ایمانی رحمانوف به مجموعه سازمان ملل متحد به شهر نیویورک سفر کرد تا در مورد جنگ غزه و اوکراین صحبت کند، سخنرانی کند. بیایید این را از رادیوی آزادی گوش کنیم، چون شاید از صدای من خسته شدید و این را من از رادیوی آزادی میگذارم و با هم میشینیم گوش میکنیم. روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین‌المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری رویترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نزاع میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرصه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 4 کشور غربی بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس روادیدی سفر به آمریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا می‌کنند. اما طبق عنعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیل شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبر آمریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مائل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم‌های جدید جاری خواهد کرد یا نه. همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام‌های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل ارائه می‌شوند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان درباره سفر پرزیدنت این کشور به مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده است، ولی درباره موضوعهای مورد توجه امام علی رحمان چیزی نگفته است. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز مجمع عمومی سازمان ملل و موضوعهای تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کل سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دکبر سال 2026 دور دوم رهبری آنتونیو گوترش به انجام می رسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند. این نوار را که شما دیدید نوار از سامانه رادیو آزادی بود و در موضوع سفر ایمانی رحمان و موضوع این ساله نشسته مجمع سازمان ملل متحد صحبت کرد و شما دیدید که ایمانی رحمان رو به اینجا سفر کرد و باید در اینجا سخنرانی کند و سفر ایمانی رحمان رو در اینجا همطور گفتیم بی ارزش است و هیچ معنا و مفهومی ندارد و حتی در همین سفر کردن در همین مجموعه اصلا منطقی نیست و بیشتر پرزیدنت ها در چنین یک نشست ها سفر نمی کنند و مخصوصا کشورهای خرده که بدون اونها در اونجا یعنی تصمیم ها گرفته می شود و هیچ تصمیمی در اینجا از در عموم از تاجیکستان وابستگی نداره. برای همین اگر تاجیکستان باشد یا نباشد اینجا تصمیم ها گرفته می شود. ولی سفر ایمانی رحمانوف یک سفر پرمصرفی است که از جیب مردم تاجیکستان انجام داده می شود و می رود در اونجا گویا که نجات دهنده فلسطین و مردم غزه را نجات میدهد. در حالی که ما در دیگر صحبتایی که در بلو ذکر کردیم ایمانی رحمانوف در تاجیکستان با کشور صهیونیستی اسرائیل همکاری خیلی زیاد دارد در ساحه کشاورزی و نه باز در ساحه اقتصادی و سیاحی نیز در یعنی شرطنامه ها را امضا کردند که اسرائیل میتواند چکار کند بیاد در داخلی تاجیکستان در ساحه سیاحی چکار کند کار بکند و بعضی از جاها را شاید سرمایه گذاری کند، بعضی از جاها را بسازد و علاوه بر این با مردم تاجیکستان شاید در قدم سمت به گفته ایمانی رحمانوف کمک برساند. ولی ما از هدفهای این کشور مطلع هستیم که میتونیم که هدف و درخواست اینها در چی است و چرا میخواهند در تاجیکستان بیان چکار کنند در
بخش حال حتی کمک برسانه. ما در گذشته دیدیم که یگان کشور آسیای مرکزی در سطح وزیر با اسرائیل صحبت نداشت، ولی این بار اول است که حکومت امامعلی رحمانوف که گویا نجات دهنده غزه است با وزیر یعنی وزیر کشور صهیونیستی و تاجیکستان سفر کرده است و تاجیکستان گویا که یک اولین کشوری باشد که این کار رو انجام داده و انجام میده. و حالا در نشستی مجموعه سازمان ملل متحد اکنون امامعلی رحمانوف صحبت میکند در کشورهای کلانتری که مانند ایالات متحده آمریکا، روسیه، ایران، هندوستان، چین و دهها کشورهای دیگه که گویا که امامعلی رحمانوف یکی از اشخاصهایی است که در کنار آنها باید برود صحبت کند و از منبر مجموعه سازمان ملل متحد صدا بلند کند و حرفایی باید بزند. و هدف امامعلی رحمانوف فقط آبرو گرفتن و شأن و شرف خود را گویا که بالا برداشتن و در اونجا رفتن از اون میکروفون گویا که همچون یک پرزیدنت مردمی بیاید صحبت کنه. ولی در حالی که ما میبینیم که امامعلی رحمانوف هر روز هم حکومتش هم خودش رو به نابودی میرود و مردم تاجیکستان این حکومت رو قبول ندارد. ولی بیایید یک چیز رو ما در اینجا صحبت کنیم که آیا سازمان ملل یا که نشست‌های سازمان ملل برای شناختن فلسطین و یا اینکه برای خاتمه دادن جنگ آیا کمک میکند؟ آیا رفتن امامعلی رحمانوف، رفتن دیگر پرزیدنت‌ها، سخن کردن و حرف زدن آیا به مردم مظلوم غزه چی کمکی میرساند؟ ما در هفته گذشته دیدیم که در همین هفته 4 کشور و بعداً فرانسه و دهها و چندین کشورها بعد از اینها یعنی چیکار کردن؟ فلسطین رو به رسمیت شناختن. آیا چیزی در غزه تغییر پیدا کرد؟ آیا چیزی برای مردم فلسطین تغییر پیدا کرد؟ حتی اینجا من یک نوار رو به سمت شما برسانم که صحبت‌های پرزیدنت اردوغان، دیکتاتوری اثر بیا صحبت‌های همین شخص رو ما با هم تماشا میکنیم، ببینیم که همین شخص در روند سالهایی که سخنرانی میکند در هر سال در مجموعه سازمان ملل از مسئله فلسطین بیان می‌دارد. وقتی که به غزه حمله کرده شد آیا کاری انجام داد؟ وقتی به قطر حمله شد کاری انجام داد؟ بزرگترین بخش نظامی ترکیه در چی است؟ در قطر است، پایگاهی نظامیش. ولی از قطر دفاع کرد. سوریه که امروز آزاد گشت یکی از اساسهایی که آزاد کرده شد مسئلهش ترکیه است. ترکیه کمک رساند، پشت پرده تمام کارها را کرد و سوریه را از ظلم اشر بسد خلاص کرد و الاشر را یکی نمیفهم ولی اسمش چی است، رئیس جمهوری امروزش را به سر خود آورد. وقتی که اسرائیل به این کشور یعنی به سوریه حمله کرد کاری را انجام داد غیر از حرف زدن. بیایید یک بار همین صحبتی اردوغان را از سال تا سال در سازمان ملل گوش میکنیم. به زبان روسی است، دوستانی که زبان روسی را ندانند خیلی بزرگ. من این را به سمت شما برسونم. این نوار است همونطور که شما میبینید دوستان گرامی. من این را در اینجا میمونم که اذیت نشیم و شما. Мы, как Турция, неизменно подчеркиваем при каждом удобном случае, что нельзя игнорировать тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе, и будем продолжать делать это с непоколебимой решимостью. Поддержка Турции, признание государства Палестина безоговорочно. Турция готова приложить все усилия для установления мира на Ближнем Востоке. Хотя всего за несколько месяцев в Палестине были убиты более 2000 невинных людей, Организация Объединенных Наций не смогла принять ожидаемую резолюцию.
Предоставление палестинскому народу возможности жить в свободной Палестине со столицей в восточном Аль-Кудсе на основе решения о двух государствах, которое служит источником мира для каждого палестинца, является долгом международного сообщества перед палестинскими детьми. 1947'de İsrail neresiydi? Где был Израиль в 1947 году? А после этого, где был Израиль с 1949 по 1967 год? И где Израиль сейчас? Смотрите, это 1947 год. Вроде как Израиля здесь нет. Neredeyse burada İsrail yok gibi. Filistin halkı. Палестинский народ уже более полувека терпит политику угнетения, насилия и запугивания со стороны Израиля. Uzun bir süredir göğüs geriyor. Filistin halkı Пока продолжается угнетение палестинского народа, прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке невозможны. mümkün değildir. 1967 sınırları temelinde Без создания независимого и географически целостного палестинского государства в границах 1967 года Израилю будет сложно обрести мир и безопасность, к которым он стремится. В этом контексте мы продолжим добиваться уважения исторического статуса Аль-Кудсе, в частности мечети Харам Аш-Шариф. Filistin halkıyla birlikte О, Совет Безопасности ООН, чего же вы еще ждете, чтобы остановить геноцид в Газе, положить конец этому угнетению, этому варварству? Сегодня мы как никогда нуждаемся в принципе, заложенном в девизе «Мир больше 5». ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle Gazze'de Особенно в Газе, где на наших глазах уже более 700 дней продолжается геноцид. А теперь все положим руку на сердце и честно ответим на вопрос. В 2025 году может ли быть какое-либо разумное оправдание такой жестокости? böyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi? دوستان گرامی این بود چند سخنرانی رئیس جمهوری ترکیه در سازمان ملل متحد که سالهاست، یعنی این صحبت امروزش نیست، یعنی صحبت امروزش هم در اینجا علاوه کرده شده از بخشش، ولی در عموم نشان میدهد که در سازمان ملل متحد پرزیدنت اردوغان همیشه از مشکلات فلسطین صحبت میکنند و همیشه از شورای سازمان ملل متحد میخواهد که چیکار کنند، فلسطین رو به رسمیت بشناسند و کوشش تلاش کنند که همین مشکلات اساسی در غزه و در فلسطین راه حل خود را پیدا کنند. ولی ما یک چیز رو درک کرده میتونیم، تا زمانی که شورای امنیت ملی، شورای سازمان ملل متحد تصمیم جدی نگیره که او عبارت از چند کشور ابرقدرت است، اونها تصمیم نگیرن، یگان اتفاقی نمیافتد. چی اردوغان اگر 100,000 مرتبه صحبت کند، چه امامعلی رحمانوف 1000 مرتبه با سازمان ملل متحد برود صحبت کند، چی نمیفهمم پرزیدنت ایران برود صحبت کنند، هزارها پرزیدنت قطر و دههای دیگر بروند، اگر 1000 بار او کنند و 1000 گپ بزنند، هیچ اتفاقی نمیافتد تا زمانی که از بالا کشورهای ابرقدرت و که در رأس شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند تصمیم نگیرند و اونها همش یک دیلانه تصمیم نگیرند که جنگ باید در غزه به انجام داده شود و فلسطین باید به رسمیت شناخته شود. مطمئن باشید که تمام این نشست‌ها و همه این صحبت‌ها همش دروغن و همش ظاهرپرستی است و هیچ صحبت مطمئن باشید تاثیرگذار نخواهد بود. بیایید از سامانه بی بی سی چند نشست، چند روند همین نشست‌ها رو ما با هم ببینیم. این همطور که شما میبینید این سامانه بی بی سی فارسی است و ما از بی بی سی فارسی چند مسئله رو در اینجا میبینیم. بیایید برمیگردیم به صفحه 2 و از صفحه 2 شروع میکنیم از اینجا. خب رفتیم. این از روز اول نشست است. خب همطور که میبینید به گزارش لحظه به لحظه ما از تحولات در مجمع سازمان ملل متحد و آن خوش آمدید
با ما همراه باشید. خبرها مربوط به روز اول نشست مجمع سازمان ملل متحد را اینجا بخوانید. این BBC یک بخش باز کرده است. در این بخش وابسته به نشست سازمان ملل متحد همیشه یعنی ساعت به ساعت کار میکند گزارش میدهد. این از دیروز است. ترامپ با تغییر موضوع گفت اوکراین میتواند تمام عرضه‌اش را از روسیه پس بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در حوزه مجمع سازمان ملل متحد در یک تغییر موضوع بزرگ گفت که اوکراین میتواند همه عرضه‌ای که در اشغال روسیه است پس بگیرد. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود نوشته است که با توجه به تحریم فشارهای اقتصادی بر روسیه، اوکراین میتواند با حمایت اروپا و ناتو مرزهای اصلی را برگرداند. اظهارات آقای ترامپ پس از گفتگویی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مطرح شد. گفتگویی که بعد از سخنرانی مفصل و حدود 1 ساعت آقای ترامپ در مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک در عرصه روز سه‌شنبه انجام شد. خب همونطور که شما دیدید مسئله اوکراین. خب آشکار و واضح و روشن ترامپ میگوید که اوکراین میتواند چیکار کند؟ سرزمین خودش رو بازپس بگیرد از روسیه و ما یعنی ما منظورش ناتو و اتحادیه اروپا میتونن آشکار کمک بکنند و در اساس این کمک ها میتواند چیکار کند؟ روسیه بازپس بگیرد، اوکراین بازپس بگیرد و ما کمکش میکنیم. یعنی آشکار واضح از این خبر میدهد. ولی در حالی که ما اگر پشتر بگردیم ما میبینیم که متاسفانه در مسئله فلسطین فکر نظر دیگری دارند که همین چند روز پیش وقتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد با هم نشست داشتن و جنگ رو در غزه باید پایان میدادن، خود امریکا اولین کشور شده یعنی این چی رو ویتو داد نگفت و دیگر این خاتمه یافت و دیگر در جنگ در اوکراین ادامه خواهد یافت و امریکا طرفی جنگ است و امریکا خودش خواهش ادامه این جنگ در فلسطین است، در غزه است و نمیخواد که جنگ تمام شود، در حالی که میبینیم در طرف اوکراین فکر نظر دیگری دارد. وزیر خارجه ایران و 3 کشور اروپایی روز سه‌شنبه در حوزه مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند. پوهان وودوف وزیر خارجه آلمان پیش از آغاز این نشست به خبرنگاران گفت که ایران هیچ وقت نباید با سلاح هسته‌ای دست بیابد. او همچنین گفت که احتمال دستیابی بر راه حل دیپلماتیک پیش از اجرا شدن تحریم‌های کم است و از ایران خواست با امریکا مستقیما مذاکره کند. وزیر خارجه ایران در بیانیه تحریم‌ها را غیر مجموعه و غیر قانونی خوانده اما بدون ارائه جزئیات گفت توافق شد که مذاکره با همه طرف‌ها درگیر ادامه یابد. وزیر خارجه ایران تا پایان روز سه‌شنبه فرصت دارد با همتای بریتانیایی، فرانسوی، آلمانی و نماینده اتحادیه اروپا به توافق برسد تا از بازگشت تحریم‌ها سازمان ملل جلوگیری کند. این متن اول است که در مسئله ایران صحبت کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مجمع سازمان ملل متحد نیویورک رفته است. این سفر پس از جنگ 12 روزه حمله اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای انجام می شود، در حالی که احتمال بازداشت تحریم‌های شورای امنیت هم در روزهای آینده زیاد است. از مخاطبین BBC فارسی پرسیده بودیم که آقای پزشکیان باید در این سفر با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود ملاقات کند و آیا چنین دیدار در کاهش تنش ایران با قدرت‌های جهانی از جمله جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها شورای امنیتی مؤثر است؟ مخاطبانی که خب در اینجا در مسئله BBC است که دیگر برای ما مهم نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران هدفی از محدودیت‌ها برای هیئت ایران اختلال در فعالیت‌های دیپلماتیک در سازمان ملل ایران برای ما مهم نیست. یک مقام سازمان ملل گفته است که خاموش شدن خب ایشان برای ما مهم نیست. امانوئل مکرون میگوید که با مسعود پزشکیان در نیویورک دیدار میکند. یعنی رئیس جمهوری فرانسه گفته است که با پزشکیان دیدار میکند. رئیس سازمان آژانسی اتمی ایران اسکی نیوز گفته است که برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران در حمله آمریکا ویران شدند، اما با وجود فشارهای بین المللی و احتمال حمله مجدد اسرائیل با سازی خواهند شد. محمود اسلامی گفت که کاملا طبیعی است که در حمله نظامی تأسیسات آسیب ببیند و زیر ساختار نابود شوند، اما آنچه مهم است این است که علم، دانش، فناوری و صنعت
خدمت طولانی و ریشه عمیق در تاریخ ایران دارد. یعنی منظورش که دوباره باز بگردن. خب کوستور پیوتر رئیس جمهوری کلمبیا خواستار آن شده است که به دلیل حملات ایالات متحده آمریکا با قایق‌های مصدوم به قاچاق مواد مخدر در دریای کاریاب برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرونده کیفری تشکیل شود. یعنی پرونده جنایتی نسبت ترامپ تشکیل کنند در سازمان ملل متحد. رئیس جمهوری کلمبیا این مسئله رو بیان داشت. پزشکیان چهارمین سخنرانی در جلسه امروزه مجموعه عمومی خواهد بود. دومین روز نشست سالانه مجموعه سازمان ملل متحد ساعت 9 صبح امروز به وقت نیویورک وقت تهران آغاز خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران چهارمین سخنرانی خواهد بود. خب این برای ما مهم نیست. معاون اول پزشکیان سخنان رهبر ایران رهبر دولت است. خب وزیر نفت ایران در ما لازم نیست. خب در اینجا درباره نشستی زلنسکی و ترامپ صحبت خواهیم کرد. زلنسکی میگوید که از تغییر موضوع بزرگ ترامپ در مورد جنگ اوکراین شگفته زده شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفتگوی خبرنگاران از تغییر موضوع بزرگ دونالد ترامپ در سیاستش در قبال جنگ اوکراین استقبال کرد. رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت که معتقد است که اوکراین میتواند همه ارزی تحت اشغال روسیه را پس بگیرد. آقای زلنسکی گفت که برداشت او این است که ایالات متحده مایل است پس از پایان جنگ با اوکراین تضمین‌های امنیتی بدهد. او در پاسخ به این سوالی که تضمین‌های امنیتی چگونه خواهد بود افزود: نمی‌خواهم دروغ بگویم، جزئیات خاصی ندارم، اما از احتمال ارائه صلح، پدافندی هوایی و پهپادهای بیشتری سخن گفت. آقای زلنسکی همچنین در مصاحبه با فوکس نیوز گفت که از تغییر موضوع رئیس جمهوری آمریکا تا حدی شگفته زده شده است، اما افزوده که آن رو نشانه مثبت از این می‌داند که دونالد ترامپ و ایالات متحده تا پایان جنگ با ما خواهند بود. یعنی این مسئله به این مطلب است که زلنسکی بعد از صحبتی که ما در پایان صحبت ترامپ خواندیم که گفت اوکراین میتواند تمام ارزی هسته‌ای اش را باز پس بگرداند، یعنی منظورش به این بود که ما میتوانیم چیکار کنیم؟ باز پس بگیریم. برای همین امکان دارد که روسیه چیکار کند، اوکراین چیکار کند، این باره باز پس بگیرد و اگر که ناتو کمک بکند و امریکا کمک بکنه این احتمال زیاد است که میتواند این باره باز پس بگیرد. خب روسیه سخنان ترامپ مبنی بر امریکا و اوکراین برای بازپسگیری ارزی اشغال شده اش را رد کرد. کرملین اظهار دونالد ترامپ مبنی بر این که اوکراین میتواند ارزی اشغال شده خود را پس بگیرد رد کرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین همچنین تایید کرده است که روسیه با تهاجم نظامی خود در اوکراین ادامه خواهد داد. عصر دیروز دونالد ترامپ، خب دیگه دومش خواندیم، یعنی پیسکوف ایشان چیکار کرد؟ رد کرد. دومین روز نشست مجموعه سازمان ملل آغاز شد. خب یکمین سخنران این احمد شاه رئیس جمهوری موقتی سوریه طبق برنامه اعلام شده قرار است امروز در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. خب این یکم مثلا این روز اولی سازمان ملل رو ما در روز دیگه سازمان ملل میریم و اینجا بگذاریم. روز دو ما برمیگردیم این طرف. بیا پایین شروع کنیم. پایین میریم بالا. خب زلنسکی سوءقصد به ترامپ را نشانه ای از رقابت‌های جهانی تسلیحاتی دانست. خب این مسئله برای ما مهمه. سخنرانی زلنسکی به پایان رسید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در لحظات پایانی سخنرانیش جلسه خوب و خود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد. او گفت که از حمایت واشنگتن قدردانی می‌کند، اما افزود در نهایت صلح با همه ما بستگی دارد، به همه ما بستگی دارد. آقای زلنسکی تایید کرد که هنگام روسیه این جنگ را ادامه می‌دهد سکوت نکنید، لطفاً آن را محکوم کنید. یعنی زلنسکی به این اساس این حرف رو زد، ولی ما یک سخنرانی زلنسکی را در همین مجموعه سازمان ملل گوش کردیم که در اونجا با صدای بلند یعنی تنقید کرد و گفت که یگان اینستیتوتی در جهان وجود ندارد که جنگ را خاتمه بیاورد و بعدا هم بازم این نقطه رو در آخر سخنرانیش بعد از اون چیزی که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ این مسئله رو بیان کرد چیکار کرد؟ اشاره کرد که این امکان دارد که میتواند
یعنی ما تجهیزات هسته‌ایمون رو بگیریم، یعنی زمینی از دست دادمون رو بگیریم. سخنرانی مسئولین پزشکان در سازمان ملل آغاز شد. سخنرانی مسئولین پزشکان رئیس جمهوری ایران در دومین روز نشست سالانه مجمع سازمان ملل آغاز شد. این دومین بار است که آقای پزشکان در مجمع عمومی سخنرانی می‌کند. این سخنرانی در حال انجام می‌شود که در صورت عدم توافق ایران و طرف‌ها در اروپا مذاکرات هسته‌ای ایران تحریم‌های سازمان ملل که از سال 2015 معلق شده بودند در نخستین ساعت‌های روز یکشنبه و وقت تهران دوباره اعمال می‌شوند. محمود رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران امروز درباره سفر آقای پزشکیان به نیویورک گفت هدف اصلی این سفر شرکت و بیان موضوع حقوق جمهوری اسلامی ایران است. آقای عارف با اشاره به سخنان شب گذشته رهبر جمهوری اسلامی گفت آیت الله خامنه‌ای موضوع جدید نظامی را تایید کردند که این موضوع راهبردی است و دولت آن پاینده بوده است و همین مسیر ادامه می‌دهد. آقای خامنه‌ای دیشب گفته بود که ایران غنیسازی را متوقف نمی‌کند و مذاکرات با آمریکا را سود ندارد و خسارات محض است. این منظورش است که رهبر ایران در دیروز در یک پریروز به نظر من در یک سخنرانیش گفت که اورانیوم بازم دوم بار غنیسازیش رو ادامه میدیم و ما سلاح هسته‌ای نمیسازیم ولی در ذخیره اورانیوم باید هیچ کسی به ما چیکار نکند، حمله نکند و ما انتقاد نکنند و ما حق چه خدمات ادامه میدیم که ما میتونیم اورانیوم چیکار کنیم ادامه بدیم. خب اینجا چند سخنرانی رئیس جمهور ایران و پزشکیان رو ذکر کردن که ما میتونیم رو بخونیم میتونیم نخونیم و وقتم کوتاه مونده است بیاد میگذاریم نمیخونیم برای ما لازم نیست. خب در مسئله پزشکیان ایران هرگز دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. یعنی رئیس جمهور ایران هم اینجا ممنون چیکار کرد محکوم کرد. رهبران چه کشورهای دیگری امروزه در مجمع عمومی سخنرانی دارند؟ خب اینجا چند سخنرانی پزشکیان رو گذاشتن و در عموم بعدی از این نشست مهمترین مانوئل ماکرون و مسعود پزشکیان در حوزه همین نشست چیکار کردن دیدار کردن که این مسئله را ما بازم چیکار نمیکنیم صحبت نمیکنه. احمد شاه رئیس جمهوری سوریه نیز تا دقایق دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی میکند. همینطور خوارمیپی رئیس جمهوری آرژانتین که از حامیان جریان روسگرا است ایران صحبت کرد که در مسئله فلسطین چیزی نگفت. خب سخنرانی احمد شاه آغاز شد. اولین سخنرانی یک رئیس جمهوری سوریه در سازمان ملل پس از 6 دهه، یعنی بعد از 6 دهه یعنی منظور 60 سال. خب احمد شاه حملات اسرائیل به سوریه را محکوم کرد و هشدار داد که این حملات خطر درگیری‌های دیگری را ادامه می‌دهد و خواستار گفتگوی با جهان تنی شد. یعنی حتی احمد شاه حمله اسرائیل به سوریه را محکوم کرد. خب من فکر کنم به غزه به سوریه را در موضوع به نظرم که غزه چیزی نگفته است بیاره بخونیم بسیار مهم است که بگم برای غزه حرف زده است یا نه. او خواستار گفتگو با جهان تنی شد. آقای شاه سخنرانی خود را با این نکته آغاز کرد که سوریه برای 6 دهه زیر استبداد بود و اکنون کرامت خود را باز یافته است. او حکومت خاندان اسد را متهم کرد که سلاح شیمیایی داشت و مواد مخدره را تراندازی میکرد. رئیس جمهور موقتی سوریه سخنرانی خود را با این نکته آغاز کرد که دوستان سوریه دوستان مبارزه بین خوبی و او ادامه داد. سوریه تک تک شده و جنگ داخلی بیکارجویان را از سراسر جهان به آنجا آورد. منظورش از هر کسی که در سوریه رفت جنگ کرد اونا بیکارجویان بودن، کسانی که رفتن برای کمک به سوریه، کسانی که میخواستن سوریه را کمک کنن همه اونا رو این کار کرد. خب این برای ما مهم نیست دیگر. خب احمد شاه ما با مردم غزه محکم ایستادیم. یعنی حتی احمد شاه نیز در موضوع غزه همین سخنرانی که زیاد پرزیدنت ها میگن این رو نیز احمد شاه نیز در این مسئله بیان داشت. حالا در اینجا یک چیز دیگر ذکر کنیم که فرانسه در همین نشست سازمان ملل متحد در همین مثال فلسطین رو به رسمیت شناخت و اجازه داد که یعنی سفارت فلسطین در غزه چیکار کند، کشاده شود. حتی روز یک سخنرانی حالا نمیفهمم فکر بود یا نبود
در یک سخنرانی دیگر گفت که اگر که گروگان‌ها کاملش آزاد کرده شوند از جانب حماس، اولین کشور خواهد شد که سفارتش را در فلسطین باز خواهد کرد. ولی به هر حال این مسئله هایی است که در نشست سازمان ملل صحبت یعنی گذشت و امالی رحمان شاید یعنی فردا در نشست عمومی سازمان ملل متحد صحبت کند و ما بازم در برنامه‌های آینده صحبت ایشان رو خواهیم بود و من مطمئنم که امالی رحمانوف از مسئله تروریسم و مسئله افغانستان که دیگر همیشه مسئله ای است که باید با تاجیکستان ربط دارد و ما پیشگویی میکنیم صحبت خواهد کرد. در مسئله آب و هوا اقلیم صحبت خواهد کرد که آب دیگر در تاجیکستان است و فلان و بیسمدان باید این پیریه ها چیکار کرده شوند، باید حفظ کرده شوند. اما منتظر داریم که امالی رحمانوف در این موضوع ها صحبت کنه. ولی مطمئن باشید که جهان امروز یک چیز رو نشان داد. تمام صحبت های ما فقط یک چیز بود. امروز جهان نشان داد و سران جهان نشان دادن که یعنی دو استاندارد دو قولگی در جهان وجود دارد و خودی و بیگانه در جهان معین کرده شده است و هیچ کشور دیگری برای من و تو مسلمان خوبی نمیخواهد و هر حرف میزنند در حرف باقی میماند و در عمل هر روز یک مسلمان، یک فلسطینی، یک تاجیکستانی، یک افغانستانی کشته میشود و هدفی تمامی همین کشورها از بین بردن ایدئولوژی دینی و مسلمانان جهان خواهد بود. هدف اینها پذیرفتن ساختاری هست که غربیان در جهان ما میخواهند. یعنی هدف اساسی اون ساختاری هست که اینها میخواهند. یعنی اینها هر طوری که میخواهند باید ما همون طور زندگی کنیم و از خاورمیانه باید مسلمان ها بیرون کرده شوند و در اوج همون طوری که در گذشته در انقره رومی ها بودند، در نصرانی ها و دیگر ملت ها در فلسطین بودند و این گونه کشورها این باره تشکیل کرده شود و ما از خاورمیانه بیرون کرده شویم و ملت ضعیف و ناتوان شویم که هر چی بالای ما تصمیم میگیرن اون تصمیم رو لبیک بگیریم و بپذیریم پیش بریم. یعنی همون مسئله آشکار و واضح امروز برای من و تو روشن شد. مثال عادیش مسئله اوکراین است که ما در مجموعه سازمان ملل متحد دیدیم که وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد 3 روز پس فیفا یکی از بزرگترین نهادی که ورزش را اداره میکند روسیه را از لیستش خارج کرد. تحریم های شدید چیکار کرده شد، گرفته شد در مقابل روسیه. سازمان ملل نشست های مشترک برگزار کرد، تمام کشورها روسیه را محکوم کردند. نمیفهمم از بانک ها و از تمام جا روسیه را اخراج کردند و تمام مسئله ها آشکار و واضح گفته شد که روسیه کشوری غاصب است و زمین دیگر کشور را غصب کرده. ولی در همین مسئله در اوکراین در غزه ما دیدیم که همون دروغگویی فریبکاری دولت‌های غربی معین شد، مشخص شد و ما در این مسئله دیدیم که هیچ کاری انجام داده نشد. نه حتی تیم اسرائیل را از فیفا بیرون کردن، ندیدیم که در مجموعه سازمان ملل متحد نتوانستیم یعنی راهبران کشور را نتوانند چیکار کنن سفر کرده ببونن با اونجا. نه حتی وقتی که سودی جنایی رئیس جمهوری دولت صهیونیستی را در لیستش وارد کرد، ما دیدیم که آزاد و آشکار به کشورهای غربی سفر میکند و هیچ کشوری این کار رو عملی نمیکند و هزارها چیزهایی که این خود نشان دادی آن است و چی را نشان میدهد که نمون درویگی در کشورهای غربی وجود دارد و حتی در دیگر کشورهای که امروز به همون اصطلاح یعنی دموکراسی یا این کمونیسم اداره میشن به همون ایدئولوژی و هدف اونها منزوی ساختن و از بین بردن ایدئولوژی ما، فکری ما، دولت‌های ما، دارایی ما و همه کار میکنن که تو اینی که ما در یک جای منزوی شیم و زیر نفوذ دیگه کشورها باشیم و هر کاری که میخوان در مقابل ما انجام بدیم. برای همین اساس من از همه شما دوستان و برادران خواهش میکنم که یعنی دستگیری بکنین، برنامه ها را لایک بیشتر بگذارین، پدیلیت کنین، کامنتاری بنویسین. امروز بسیار تشکر میکنم از تمام برادرانی که
دستگیری کردن، لایک گذاشتن، پادلیس کردن، زیاد کامنتاری نویسن. از همه شما سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه بعدی نیز وارد میشوید، دستگیری میکنید و امیدوارم که ما میتونیم برنامه خوبی تحلیلی داشته باشیم و تمام تلاش را میکنیم که تو اینی که در خدمت شما دوستان قرار بگیریم و هر هفته برنامه خود را در وقت‌های معین پیش ببریم. بابت اینی که این برنامه کمک دیرتر برگزار کرده شد، ساعت 5 وقتی اعلام کردن و کمک دیرتر، از شما عذر میخوام. امیدوارم که عذر ما را قبول بکنید و امیدوارم که بتوانیم دفعه بعدی در وقت معین، یعنی هم ساعت‌های 5 وقت بریتانیای کبیر و ساعت 23 وقت تاجیکستان برنامه را برگزار بکنیم. دیگر وقتی شما را نمیگیرم دوستان گرامی، 1 ساعت 10 دقیقه مشاهده در پخش مستقیم شما رو به خدا میسپاریم. امیدواریم که بتوانیم در برنامه بعدی بازم با شما باشیم و برنامه را جالب و زیباتر و قشنگتر پیشکش شما بکنیم و بسیار خوشحال میشیم که تفکر و اندیشه سازی بکنیم و فکر نظر شما رو تغییر بدیم و بتوانیم خوبی ها را در فکر شما جای کنیم. اگر هر حرفی من منفی بود و بهتر نبود، بگذارینش کنار و اون حرفی که برای شما راه درست و روش درستی رو پیشنهاد میکند و میآموزد از اون بگیرید. دیگر شما رو به خدا میسپارم. پروردگار همه شما را حفظ کند. در امان پروردگار باشید. الله ما و تو و ملت ما و ملت مسلمان رو عزت بتید، آبرو بتید، شرف بتید، استقلالیت بتید، خودمختاری بتید که ما با شما بتوانیم آینده کشور، آینده زندگی، آینده فرزندان خودمون تصمیم بگیریم و حیات خودمون در دست خودمون باشد، کشور خودمون کلیدش دست خودمون باشد و یک استقلال مکمل داشته باشیم که مسلمان از ناموس مسلمان دفاع کرده بتواند. بقیه در پناه خدا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.